معرفی نوع‌های گوناگون هنرهای مردمی و تاریخ مختصر آنها از فرهنگنامه‌ها در بخشی از سلسله هنرهای مردمی. از سلسله هنرهای مردمی. دایره. سلام شنوندگان گرامی. سامعین ارجمند، در زمان شوروی دایره‌نوازی در تاجیکستان خیلی رونق یافت. بسیار استادان ماهر این ساز به کمال رسیدند و از دایره‌نوازان یک باره 2 یا 3 دایره را می‌نواختند. استاد معروف‌ترین این کسب ارتیست خلقی تاجیکستان اعلایف بود که یک باره 5 دایره را هم می‌نواخت. او همچنین مؤلف بسیار نواهای رقصی دایروی از قبیل چشم سیاه، جوانی، کولابی، بخت، دروازی، ریز، مروارید و غیره می باشد. اصولهای بسیار و امکانات وسیع ساز دایره قریب در همه شکل‌های موسیقی ضرور است. دایره امروز در تمام گروه‌های هنری، ارکسترهای تاجیکستان چون سازی حتمی ضربی و همچون سازی یکنوازی استفاده برده می شود. دایره ساز موسیقی قدیمی و معمولی ضربی تاجیکان است که در بین اکثریت خلق‌های آسیای میانه و آذربایجان نیز پهن گردیده است. دایره چنبر مدور داشته از 2 تا 3 خبر تخته به هم چسبانده شده توت، زردالو یا زنگ تاک یک لخت ساخته می شود. بعضن چنبره دایره را خاتمکاری می کنند. برای چنبره از پوست بوز، گوساله یا تویچه پرده ترنگ می کشند. شیشله های درون چنبر هنگام نواختن دایره با همدیگر و تنه چنبر برخورده صدای نفیس و ظریف می برارند. آواز دایره وابسته به اندازه چنبر 2 نوع است: بم و بلند زیر می شود. دایره از جهت تیمبر، ضرب و امکانیت صدابراری سازی گوناگون شکل می باشد. در وقت نواختن دایره هر 2 دست و همه انگشتان کار می کنند. اصولهای دایره از 2 آوازی یک هجایی بوم و بک در زمینه تناسب کوارتوی پست و بلند شونده نااستوار به وجود می آید. بوم پست قریب در مرکز پرده با ضرب کف و دست و پنجه ها و بکی بلند باشد از کنار دایره با ضرب نوک انگشتان حاصل می شود. مجموع مشترک هجاهای بوم، بک، بکه، بکه این یا آن سرای فوده نموده همچون واحدی درازی آهنگ خدمت می کنند. در صنعت موسیقی تاجیک نقش دایره همچون ساز موسیقی جور شونده بزرگ است. حالا در تاجیکستان و تعلیم و تربیت دایره‌نوازان جوان دقت جدی داده می شود. در جمهوری بسیار استادان معروف این کسب موجودند که کسب دایره‌نوازی را به نسل نو رسم می‌آموزند. حالا در اکثر برنامه‌های کنسرتی و جشنی تاجیکستان دایره بزم و حکم عنعنه در آمده است. این دایره بزم‌ها از جانب دسته‌های دایره‌نوازان اجرا کرده می شود.
یکی عاشق ریز شب و روز گریه کردمت دو چشمکم عشق‌آمیز شب و روز گریه کردمت دو چشمکم عشق‌آمیز قدت سروی خیرامان آرزت مای تابان قدت سروی خیرامان آرزت مای تابانه شکری لبهات خندانه زلفکاتم برافشان شکری لبهات خندانه زلفکاتم برافشان عشق تو سر نوشتم خاکی درت بهشتم عشق تو سر نوشتم خاکی درت بهشتم صد سال شو دل بر جانت دعا گوید من هستم صد سال شو دل بر جانت دعا گوید من هستم دعا گوید من هستم دعا گوید من هستم پایان برنامه از سلسله هنرهای مردمی. در تهیه و پخش آن صدابردار دلشاد میرزا، کارگردان زبیدالله جان محمد، محرر گلستان کریمова صحنه گرفتند. شاد بمانید.